بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و درود گرم بنده رو در هر کجا که هستید در خونه های خودتون پذیرا باشید. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه‌های دیدار ویژه و باز هم در خدمت مهمان عزیزمون دکتر حبیب الله ضیایی هستیم. عرض سلام و خسته نباشید دارم دکتر. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الکریم و علی آله و صحبه اجمعین. من هم عرض سلام در خدمت جناب علی و بینندگان عزیز و محترم. استاد بزرگوار، در قسمت گذشته در مورد آشنایی شما یا تجربه های شما با علما و اندیشمندان اهل سنت صحبت کردیم، اما گروه دیگه هم هستن که در جمع اهل سنت اومدن و الحمدلله ما با آغوشی باز اونها رو پذیرفتیم و امیدواریم که الله متعال روز به روز اونها رو بیشتر بکنه و اونها مهتدین هستند. آیا شما تجربه‌ای با این موحدین و مهتدین هم داشتید؟ تجربه دوستی و آشنایی؟ بله، اولین تجربه‌ای که من در خلال سفرهایی که داشتم به تهران و به کردستان در این رابطه حاصل کردم، ارتباط من با آیت الله مرحوم برقعی بود. ایشون هم جزو شخصیت‌های بارزی بود که واقعا مطرح بود در اوایل انقلاب، با توجه به موقعیت علمی که داشت و جرأتی که داشت، ایشون شهامتی که داشت در اصلاح فکر دینی، یا بگیم اصلاح اسمشون نبریم بهتر است، چون اصلاح در حقیقت اساس رو نگه می‌داره، ولی بگیم انقلاب در فکر دینی. چون واقعا یک انقلابی بود، انقلابی به تمام معنا انقلابی بود. با ایشون هم از دور آشنا شدیم و با توجه به تشنگی که وجود داشت در آتشی که وجود داشت در آشنایی با شخصیت ها، به دیدن ایشون رفتیم. در خونه ایشون برای همگان باز بود و من هر بار تهران میرفتم دیداری داشتم با ایشون، و کتابای خودش و جزوهای خودش رو زیراکس میکرد و توضیح میکرد با جرأت کامل، با توجه به اینکه چندین بارشون تهدید شد، حتی یک بار سوء قصد شد، با کلت زدن، حتی مجروح هم شد، ولی باز هم از کار وای نمی‌ایستاد. یعنی قضایا مربوط بعد از انقلاب هست؟ اینا همشون بعد از انقلاب، بله بعد از انقلاب هست. به هر حالی که شخصیت‌های بسیار بگیم جری و بگیم انقلابی و بگیم یعنی نخبه مذهبی در جامعه ایرانی ایشون بود که با ایشون آشنا شدم. و بگم که اولین تفسیری که من اول تا آخر این رو خوندم، بعد اون پاکستان خوب تفسیر رو کامل کردم، تفسیر تابش از قرآن مال ایشون بود که از اول تا آخر این تفسیر شد از خودشون هم هدیه گرفتید؟ از خودشون گرفتم، بله. اون موقع که شما ایشون رو دیدید و باشون آشنا شدید، دیگه مسجد و به هر حال مدرسه‌ای نداشتن دیگه، فعالیتی رسمی نداشتن. تو خیابان تو روی اداره کار و اجتماعی خونه‌ای داشت، خونه نشین بود و ارتباطاتش فقط در حد اهل سنت بود. کسی دیگه هم حتی از خانواده‌اش هم خیلی ها ارتباطشون قطع بود با ایشون و فقط اهل سنت بودن، در هر جایی میمودن به دیدن ایشون میمودن و جزوه و کتابای ایشون رو میگرفتن و استفاده میکردن. مضاف بر این یک معدود شاگرد هم ایشون داشت، افرادی که باز از جامعه خود تهران از ایشون متأثر بودن و به همین صورت تغییر و تحولاتی در اینا ایجاد شده بود. با معاصر بودن ایشون با آقای طباطبایی که فعلا قید حیات هست، باز هم یک نکته عطفی بود در تاریخ تحولات فکری و اصلاحی در جامعه ایرانی ما. یعنی این دو شخصیت در واقع از همدیگر استفاده هم کردن، با هم در ارتباط بودن کاملا و استفاده یعنی تاثیر پذیرفتند و تاثیر گذاشتن کاملا. دو طباطبایی که ندیدید؟
ایشون رو هم دیدم، ولی خب دیدن من ملاقات ایشون در سطح بسیار کوتاهی بود. در یک جلسه بسیار کوتاه ملاقاتی داشتم و کتاب راه وحدت ایشون رو هم جزو اولین کتاب‌هایی بود که من مطالعه کردم و به هر حال فکر ایشون با فکر آقای برقیی بسیار متفاوت است. شیخ مرحوم برقیی یکی از افرادی هست که واقعا بنیادین و اصولی و قاطعیت تام تغییر و تحول فکری رو به تعبیر شما انقلابی هست. انقلابی هست. ایشون جناب آقای طباطبایی خودشون حفظ بکنه، ایشون فرد اصلاح طلبی هست و بسیار محتاط کار میکنه. اگرچه شرایط ایران شرایط بسیار سختی است و کاری که ایشون هم انجام میده کار آسونی نیست. این خودش هم یک نوع بگیم شهامت و جهاد هست. بله. الله ایشون رو توفیق روزافزون عطا بفرماید. خب از بخش دوستان، از بخش آشناها، از بخش شخصیت ها اگر بگذاریم، بگردیم به خودتون، بگردیم به هجرت مجدد شما و یا هجرت عکسی شما و بازگشت شما به ایران. خب شما که چیزی که تغییر نکرد، انقلابی که به وجود نیومد، حکومت همون حکومت بود، چطور بود که شما به هر حال پس از این که درستون رو تمام کردید موندی در پاکستان، اما یهو تصمیم گرفتید که برگردید به ایران؟ من اولا به شما گفتم که انگیزه اساسی من انگیزه دینی بود برای رفتن به خارج به تحصیل علوم دینی. انگیزه دینی هم یعنی اینکه انسان بخواد یک مطلبی یا یک بگیم نیاز علمی رو به دست بیاره و عین اون مطلب رو به دیگران برسونه، بگیره و عیناً بده. ولی با توجه به اینکه شرایط اون موقع ایران طوری بود که نه امنیت وجود داشت و نه آزادی برای ابلاغ این حجت یا این علم، در نتیجه بازگشت برام هیچ گونه توجیهی نداشت. در دوران اصلاحات بعد از گذشت نزدیک به 7 سال از حکومت اصلاحات و شعار ایران برای ایرانی ها و ظهور یک سری آزادی های اجتماعی برای طیف‌های مختلف سیاسی و فکری، دیدم که این دو مانعی که قبلا احساس می‌کردم وجود داره، عدم وجود امنیت و عدم وجود آزادی، این دو مانع با حاکمیت اصلاحات برداشته هست، یعنی که هم امنیت هست و هم آزادی، و بر این اساس اقدام به بازگشت کردم. و یعنی شما در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی برگشتید؟ در اواخر ریاست جمهوری آقای خاتمی برگشتم. خب پس شما به قول خودتون در دوره اصلاحات برگشتید. نظر شما در مورد جریان اصلاحات چیست؟ چگونه می‌بینید این جریان رو؟ خود موضوع اصلاحات در ذات خود یک نکته بسیار مثبتی هست. بازنگری فکر، بازنگری اندیشه و در اومدن از میراث فرهنگی که میتونه داخلش خیر و شر باشه، میتونه درش درست و غلط باشه، میتونه درش هر گونه تنوع بگیم خطا و درست وجود داشته باشه، این خودش یک نکته مثبتی هست که انگیزه اصلاحات در انسان وجود داشته باشه و تعصب و این بگیم انجماد فکری و فعلی از انسان برداشته بشه. در نتیجه من احساس میکنم که وجود این اصطلاح یا ظهور این اصطلاح یک انقلابی هست در تفکر جامعه بعد از انقلاب، یعنی احساس بازنگری کردن که ما باید بازنگری کنیم به فکر خودمون، بازنگری کنیم به سیاست‌های خودمون، به عملکرد خودمون و اون چی که روش هستیم لازم نیست که همش درست باشه. ولی از اونجایی که این فکر اصلاحات از دو جهت نمیتونه کارساز باشه، نتیجهش نتونست طوری که بگیم توقع داشت جامعه ایرانی به دست بیاد. اولا اینکه یک جامعه یا سیستمی که از اساس و بنیادش پوسیده هست، اصلاح براش کاربردی نداره. اینجا نیاز به تغییر بنیادین داره.
مثل میمونه که ما بخوایم یک ساختمان فرسوده‌ای که اسکلتش کلا آهنش و اسکلتش کلا زنگ زده و از بین رفته است، بخوایم این رو ترمیم کنیم، این هر چی ما بذاریم روش بالاخره این میریزه پایین و برای اصلاح هیچ گونه زمینه‌ای تأثیری نداره. نظامی که ما در ایران داریم یه نظام بر اساس ولایت فقیه یا حاکمیت پادشاهی فقیه مطلقه‌ای هست که ولایت مطلقه‌ای هست که اون ولایت اساسش بر عداوت و دشمنی با نخبگان دین هست، عداوت و دشمنی با بهترین افراد مسلمان هست و بهتر بگیم با کل عموم مسلمان ها هست. در نتیجه این چنین سیستم و این چنین نظامی روش فکر اصلاحات کردن به نظرم یک مغلطه یا یک نوع خیال بیشتر هست. قابلیت اصلاحی اصلا نداره در رابطه با من سنی. اما در رابطه با جامعه تشیع این یک تغییر و تحولی هست که قبل از انقلاب هم پدید اومد در شخصیت‌های مثل شریعتی و امثال ایشون و بعد از انقلاب هم عیناً ظاهر شد در خیلی از افراد، شاید از خیلی ها به انحراف هم کشیده شد، ولی در مجموع تصور بگیم اصلاحات در جامعه شیعی یک نکته مثبتی و خوبی هست، ولی متاسفانه به خاطر عدم وجود پایه و اساس سالم اصلاحات جوابی رو نمیده، یعنی نمیتونه اون ثمره و اون نتیجه‌ای رو که ما میخوایم رو به دستمون بذاره. فقط میتونه یک ظاهر بگیم زیبایی رو برای یک بنیاد غلطی به نمایش در بیاره که این امکان سقوط این ظاهر زیبا روی افرادی که فکر میکنن که این نظام و این سیستم میتونه براشون سرپناهی باشه، میتونه حتی این فکر اشتباه هم پدید بیاره و برعکس هم میتونه اثرش بذاره. در نتیجه باید فکر تغییر و تحول بنیادین بود. بله، پس این اصلاح به ظاهر ساخته شده رو شما اصلا مؤثر نمیدونید و میگید تجربه هم اینو ثابت کرد. بله، تجربه عملی هم این رو ثابت کرد که نتونستن کاری رو بکنن به خاطر اینکه سیستم اساس و بنیادش غلط هست. خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. و این دیوار رو باید از شالوده و فونداسیون درست گذاشت و اگر این شالوده و فونداسیون بر کج بره و همین کجی هم ادامه پیدا میکنه. خب استاد بزرگوار، با توجه به گرایش فکری که از شما سراغ داریم، سلفیت رو چگونه تعریف میکنید؟ سلفیت چیست؟ ما یک پدیده طبیعی داریم که تمام پدیده های جهان در حال فرسایش هست و برای اینکه جبران این فرسایش رو ما بکنیم باید برگردیم به اصل. افکار، اندیشه ها به مرور زمان دچار کم و کاستی میشن، اضافات میشن، به طور طبیعی میخواد هر نوع فکری باشه. نقل انتقال این افکار از نسل به نسل دیگه خود به خود دچار اضافه و کم میشن. اگه ما خواسته باشیم بیاییم یک فکر و اندیشه رو حقیقتش رو پی ببریم، باید بریم به اصلش. یعنی اون چیزی که به دستمون رسیده بعد از قرنها توسط ناقلین نمیتونه معبر اصل موضوع باشه. در نتیجه واژه سلفیت یعنی در حقیقت واسطه ها رو ما حذف کنیم، برسیم به شالوده اصلی و اصل جریانی که در مسیر خودش میتونه همراه خودش خیلی ناخالصی هم داشته باشه. اینه که من معتقدم که سلفیت یعنی بازگشت به اصل و این میتونه در هر فکر و اندیشه‌ای سازگار باشه، یعنی کاربرد داشته باشه. یعنی اگر حتی جامعه شیعی دچار چند ده مذهب هستن، اگر بخوان واقعا حلی برای مشکل خودشون داشته باشن، باید برگردن به اصل. فرض کنید اصلشون باشه علی بن ابی طالب، باز هم بازگشت به اصولی که
علی بن ابی طالب بر اون فکر و اندیشش قائم بود میتونه حل مشکل باشه. اینه که در شرایطی که تشتت، تفرق، جدایی، نزاع، درگیری میرسه به اوج خودش، تنها راه میتونه بازگشت به اصل باشه. و سلفیت رو من تعریفی که براش دارم اینه که ما برگردیم به اصل، و اصلی هم که قرآن که دین مبین اسلام برامون تعریف کنه کتاب و سنتی هست که محفوظ مونده و به عنوان حجت برای همگان هم پایدار و باقی خواهد بود و هیچ احدی نمیتونه در این مسیر جای گزین این دو حقیقت باشه. پس به تعبیر شما سلفیت یعنی بازگشت به اصل کتاب و سنت. خب این فکر یا این اندیشه یا این منهج فکری که امروزه به نام سلفیت معروف هست، به نظر شما چقدر در جامعه ایران میتونه مؤثر واقع بشه و یا مفید واقع بشه؟ من میگم که این دارو مخصوص جامعه ایرانی نیست، این نیاز جامعه انسانی هست، مسلمان ها هست. یعنی اگر مسلمانی بخواد اثر صحیح دین رو در جامعه و در فرد مشاهده بکنه، خواهد تونست با دین خالص این کار رو بکنه. یعنی ما اگر خواسته باشیم اثر دین رو، دین به عنوان یک علاج، به عنوان یک دوا، به عنوان یک شفا، اگر ما بخوایم این رو تعریف کنیم، اگر خواسته باشیم اثر این دین رو در خود و در جامعه ببینیم، در صورتی خواهیم تونست ببینیم که این دین خالص باشه و خلوص این دین در گروه بازگشت به اصل کتاب و سنت هست. در نتیجه تمام اون چی که ما داریم الان به هر شکلی میخواد باشه، چه میخواد در شکل یک معضل اجتماعی سطح پایین جامعه باشه، چه میخواد در سطح بالای جامعه باشه، چه میخواد در سطوح سیاسی و بگیم برتر باشه، در همه سطوح، حتی در مشکلات فردی و روحی و روانی هم باشه، همه اینها میتونه علاج اون در دین خالص باشه و دین خالص هم بدون کتاب و سنت امکان پذیر نیست. درست. اما این صحبت‌های شما شاید خیلی از مخالفین به هر حال بگن اینا صحبت‌های تئوری هست، شاید در عمل این فکر باعث تفرقه در جامعه بشه. به نظر شما این گونه نیست؟ ما واقعیت اینجاست که تفرقه یک پدیده هست که الان ما باش روبرو هستیم. تفرقه چیزی نیست که داره ایجاد بشه، ما دست شکسته‌ای رو داریم. برای درست پیوند خوردن این دست شکسته باید این دست رو جا بندازیم. در جا انداختن این استخوان شکسته خود به خود مریض هم دچار درد میشه، ولی بالاخره ناچاریم که این درد رو به مریض تحمیل بکنیم برای اینکه این دستش درست جا بیفته. ما الان جامعه‌ای داریم که این جامعه خودش به طور وسیع و گسترده دچار این اختلافات، بگیم تنوع، تشتت، نزاع هست و این قرنها هست. چیزی نیست که ما امروز باش ساختار یک روز باشه یا ما فقط مواجه باش باشیم. این نسل هاست که داره این قضیه توسعه پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه و در بین شاید هم علاج کی بوده، هر کسی هم راه علاج رفته، همین راه رو رفته، ولی مریضی یک مریضی هست که هر وقت در هر موقعیتی میتونه وجود داشته باشه و قبل از ما هم بوده، در امتهای ما قبل هم وجود داشته. معالجه این مریضی شاید یکم درد آور باشه، شاید ما بخوایم یک فرد رو برگردونیم به کتاب و سنت برای سخت باشه، ولی تنها راه حل این معضل اجتماعی و فکری و سیاسی در هر جامعه‌ای میتونه باز همین اصل باشه، اگرچه رنج آورده است، اگرچه درد داره، اگرچه شاید ظاهرا بگن که آقا این شما دچار جامعه رو متشتت میکنید. تشتت وجود داره، یعنی چیز شکسته هست. وقتی که ما یک کتاب فقه رو میخونیم و کتاب فقه ما عبارت هست از فقط رد کردن خصم که مذهب مخالف هست، خب یعنی این که الان ما دچار مشکلیم، یعنی این که فهم دین برای مهم نیست، رد خصم برای مهمه و اثبات مذهب مهمه. این نزاع وجود داره.
وقت یک طالب علم باید گرفته بشه برای اثبات خود و رد دیگران. این یک واقعیتی است که وجود داره، چه در فروع چه در اصول. حتی در اصول که اصلا ما تابع شخص اینا نیستیم، مثلا تابع اونایی که مدعیش هستیم به عنوان مذهب و اون چیزی که به عنوان مذهب هست، شخصیت‌های مذهبی که ما داریم، اینها به عنوان فقط تبرک اسمشون نهاده هست بر مذهب، و الا اون چیزی که یک حنفی انجام میده عمل کرده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نیست. همینطور شافعی و مالکی به همین صورت. در نتیجه میتونیم بگیم که این معالجه تفرقه است، این تفرقه نیست. این درد رو ایجاد میکنه ولی برای حل بنیادین درد هست. اگر استخوان جا نیفته این کج میمونه و اگر جوشم بخوره به درد جایی نخواهد خورد. پس همون گونه که شاعر میفرماید نابرد رنج گنج میسر نمیشه. طبیعی است برای اینکه ما بخوایم یک اصلاحاتی رو به وجود بیاریم، به هر حال یک سری مشکلات، یک سری سختی هایی رو باید هم متحمل ولی بشیم. حکمت لازم است. بله. تدریج در کار لازم هست. اولویت ها رو در نظر گرفتن لازم هست. مردم رو دچار اختلافات جزئی نکردن لازم هست. این مسائل مختلفی هست که واقعا باید بررسی بشه که الان در وقت برنامه ما نیست. من تشکر میکنم از شما استاد بزرگوار. اما از همه اینا که بگذریم، بالاخره شما باز هم با توجه به این فکرتون، با توجه به اون جوی که در ایران حاکم بود، جو اصلاحاتی که از اون صحبت کردیم، اما باز هم ترجیح دادید که از ایران خارج بشید و بار سفر رو بر ببندید یک بار دیگر. چرا باز هم شما از ایران خارج شدید و هجرت کردید؟ گفتم دو تا محور اساسی از اول وجود داشت، احساس کردم که اون دوتا نیست، دوباره ایجاد شد. اول گفتیم بحث امنیت بود و دوم آزادی بود. چیزی که در دوران اصلاحات مشاهده میشد اگرچه نیم بند بود، نسبی بود، بحث امنیت و آزادی خب به مرور زمان داشت اثراتش در دوران بعد از بگیم اصلاحات حذف شد و به درجه رسید که واقعا از نظر فعالیت حتی در روابط اجتماعی هم برای محدودیت قائل شدن. اضافه بر این که حتی برای یک کلاس خیلی ساده دانشجوها تهدید می شدن و اطلاعات از طریق مزدوران خودش که خیلی از ملاهای ما بودن متاسفانه وارد عمل می شد و نمیذاشت که حتی یک جلسه کوچک دانشجویی هم صورت بگیره، یک کلاس خیلی ساده هم باشه. حتی شاید مانع اعتکاف در مسجد هم می شدن که ما تا سال پیش من خواستم تو مسجد معتکف بشم، چون وجود من در بین مردم احساس می‌کردن که شاید این خودش اثرگذار باشه و چهار تا جوان بیان دینشون رو یاد بگیرن. حتی برای همین موضوع هم مشکلات ایجاد کردن و حتی قصد درگیری و بگیم تنش رو در دل داشتن که الحمدلله خداوند ما رو از این فتنه دور نگه داشت. ولی متاسفانه حلقه رو بسیار تنگ کردن و افرادی که در این در طرح یا بگیم در اجرای این طرح نقش داشتن در حقیقت میتونیم بگیم که مرای خود اطلاعات و از خود اهل سنت هم متاسفانه با اینها بودن. ولی در این چنین شرایطی ناچار دیدم که وقتی که آزادی هم نیست، امنیت هم نیست، باز همون هجرتی که قبلا به عنوان وظیفه شرعی احساس می‌کردم دوباره این احساس به من دست داد و انشالله که بتونم بر مبنای وظیفه شرعی در خارج از کشور انجام وظیفه کنم انشالله. شما در این چند سالی که در کشور بودید، حالا در بین این دو هجرتتون، رسما در حوزه علمیه یا دانشگاهی مشغول به تدریس نشدید؟ متاسفانه دانشگاه ها که به طور رسمی حراستی داره و حوزه های ما هم به طور غیر رسمی زیر نظر اطلاعات متاسفانه فشار روشون هست و هر کسی رو نمیتونن به عنوان مدرس رسما بگیرن. مدتی رو من به طور غیر رسمی در حوزه صدیقی برجن کلاسایی رو داشتم ولی روی اون هم فشار زیادی بود و کلاسایی هم که داشتم بسیار محدود بود ولی به طور رسمی در هیچ جایی متاسفانه موقعیت برای فعالیت علمی من داده نشد. نیامد. خب چیزی به پایان برنامه امروز یا شاید بهتر بگم آخرین قسمت از دیدار ویژه با شما باقی نمونده. فقط من یک موضوع بسیار مهم رو فراموش کردم و اون هم
سخنی هرچند کوتاه و مختصر از دوران جهاد افغانستان، خاطراتتون از این دوران با شکوه و عظیم. جهاد افغانستان در حقیقت جهاد افغانستان نبود، یه نکته عطفی در تاریخ امت اسلام بود. یه مرحله بود از یک فتنه، یک آزمایش بسیار عظیمی که جهان اسلام باش روبرو بود و اون هجمه شدید بگیم فکر کمونیست در دنیای اسلام و حذف جدی دین از جامعه اسلامی خصوصا در بخش افغانستان و اونچه که بگیم همجوار افغانستان به شمار می اومد. در نتیجه حس خطر و تأثیر این هجمه به همه بگیم مراجع دینی جهان اسلام دست داد، ولی متاسفانه این موضوع رو یا این حرکت رو کسی که ساماندهی کرد متاسفانه سیستمی بود که بیشتر غرب بر اون حاکمیت داشت و با وجود این که با خلوص کامل و با اهداف شفاف و روشن مسلمان از دنیا اومدن برای دفع این ضرر و هجمه شدیدی که بر مسلمان ها وارد هست، متاسفانه بهره برداری که از موضوع شد توسط غرب شد. خب یقینا طبیعی حذف شد. از این آب گلالود ماهی میگیرن همیشه، سیاستشون هست. از پتانسیل و نیروی اسلامی و از فکر دینی جوانها و مسلمانها خصوصا موحدین استفاده شد و اینها واقعا رشادت به خرج دادن، واقعا با خلوص بگیم تو صحنه اومدن. ما بهترین جوانهای جهان اسلام رو مشاهده میکردیم که جان بر کف نهاده بودن و اومده بودن به خاطر دفاع از دین و اقامه حکومت عدل دینی در افغانستان، ولی متاسفانه امید همه اینها به باد فنا رفت. ولی با وجود این انشاءالله این اثر ملزوم این حرکت ظاهر خواهد شد، اگرچه در جای دیگه باشه، در موقعیت دیگه باشه، و میتونیم بگیم بیداری اسلامی که فعلا ما شاهدش هستیم و این بهار عربی که ما در حقیقت میبینیم میتونیم بگیم ثمره همون خونهایی هست که جوانهای جزائری، لیبی، تونسی، مصری و به همین صورت سوریه‌ای در افغانستان دادن و امروز ثمره اون فعالیت خودشون رو در کشورهای خودشون انشالله خواهند دید و انشالله که شاهد نظام عدل دینی باشیم در کشورهای اینها. انشالله. من تشکر میکنم از استاد بزرگوار دکتر حبیب الله ضیایی. اگر صحبتی پایانی دارید، به هر حال این قسمت آخرین قسمت از دیدار ویژه با شما استاد بزرگوار بود. اگر صحبتی برای بینندگان عزیز دارید، صحبت پایانیتون. تشکر دارم از جناب عالی و همه بینندگانی که وقت خودشون رو در بگیم گذاشتن پای تلویزیون با شنیدن صحبت‌های شکسته بنده. به هر حال اونچه که مهم هست اینه که ما در نظر داشته باشیم که جامعه اهل سنت در ایران یک مسئولیت بسیار سنگین رو به دوش داره. ما در ایران در حقیقت نمایندگی جهان اسلام رو میکنیم. نمایندگی جهان اسلام رو به این معنا داریم میکنیم که اون مجموعه‌ای که باید حجت باشن بر یک جریان بسیار خطرناک در داخل امت در ایران، اون اهل سنت هستن. یعنی اهل سنت با داشتن زبان و فرهنگ فارسی خودشون در ایران میتونن حجت باشن و مبلغ صحیح دین برای محرومین جامعه ایرانی که واقعا در بدون حقیقت این دین به اونها نرسیده حقیقتا. بله. و مضاف بر این جهان اسلام رابطه اون با جامعه ایرانی حاکم بر یا بگیم حاکمیت بر ایران مثل اهل سنت نیست. اهل سنت بی واسطه میتونن ارتباط داشته باشن، در نتیجه باید اهل سنت بدونن که رسالت بسیار سنگینی رو دارن به دوش، به این معنا که یک جریان بسیار خطرناک در داخل امت در ایران ما وجود داره و برای
بارز نشون کردن و ظاهر کردن هویت این نظام وظیفه به گردن اهل سنت ایران هست که این نکته رو حداقل به ایرانی ها برسونن و نذارن که مردم ایران ما فدا و قربانی بشن برای خواسته ها و بگیم هوای یک مجموعه‌ای که به نام دین و به نام حب اهل بیت و به نام تقوا، به نام حتی زهد و پرهیزگاری لباس و عمامه دین رو بپوشن و از اینا سوء استفاده کنن. به هر حال امیدوارم که هر ایرانی از خصوصا اهل سنت این وظیفه رو احساس بکنه که باید این پرچم رو در داخل ایران نگه داره و این پرچمی که نزدیک به 6 قرن یا بگیم 5 قرن نگه داشته شد بعد از صفوی ها، این پرچم رو باید ما برسونیم به جایی که دوباره ایران برگرده به اصل خودش و بشه ایرانی، بشه افتخار برای جهان اسلام و بهترین و بزرگترین مراجعی که ما از ایران داشتیم دوباره از ایران داشته باشیم و نخبه های جهان اسلام رو باز از ایران داشته باشیم، به جایی که امروز ننگمون بشه که بگیم ایرانی هستیم، افتخارمون بشه که ما ایرانی هستیم، از بلاد فارس هستیم. امید این روزی که با سعی و تلاش در رأسشون اهل سنت ایران و به دنبالش ایرانی های فهیم جامعه ایران انشالله بتونیم به این روز و به این هویت شخصیت برسیم انشالله. با تشکر از شما استاد بزرگوار دکتر حبیب الله ضیایی و تشکر ویژه از شما بینندگان عزیز و گرامی که در این قسمت‌های ویژه‌ای که با استاد دکتر حبیب الله ضیایی داشتیم با ما همراه بودید. تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و گرامی و تا دیداری دیگر و مهمانی دیگر همه شما را به الله بزرگ و متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.